السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شهر به صدایان، یک شهر بزرگی که در اینجا آدما همه سکوت کردند. به خاطر این دنیا چیکارایی نکردیم برای زندگی. زن و فرزند گفتیم، مال و ملک گفتیم. خلاص به خاطر زندگی را پیش بردن جاش آمد دروغ گفتیم، جاش آمد خیانت کردیم، جاش آمد تهمت کردیم. کارای نموند نکرده باشیم. عمر کوتاه است. یک روز این زمینه که ما بالاش قدم گذاشته هستیم میشود روزش که انا خیلی مانند انا همه شخصیت ها در اینجا خواب هستند. چیکار میکنیم؟ میریم. برای همین مهر محبت، صله رحم، رفاقت، دوستداری بین همدیگر را فراموش نکنیم. دنیا دو روز است، دیروز و امروز. فردایش در گمان است که چی می شود. آمدیم بگاه جمعه که قبول دعا هست و خصوصا دعا در قبرستان به پرده هست. پیامبر من صلی الله علیه و سلم گفتند میخواهید دعای شما اجابت شود، روید به قبرستان، زیرا اهل قبور انتظار دعای شما هستند. دعا کنید تا خداوند اجابت گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.